سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع درس هفتم را می‌آموزیم که موضوع درس امروزه بخشیده می‌شود با فرموله‌های به سوم و فرق تبدیل دادن حاصل ضرب فونکسیون تریگونومتری بخشیده شده است که آن را ما همراه شما دیده می‌براییم. در اول بیایید مفهوم اساسی این موضوع ها را همراه شما دیده براییم. یعنی اگر کوسینوس الفا مینوس بتا جمع سینوس الفا ضرب سینوس بتا نوشته شود، کوسینوس الفا جمع بتا با کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا مینوس سینوس الفا ضرب سینوس بتا نوشته شود، هنگام اعضا با اعضا جمع کردن دو ifade ها ما فرمول ترتیب میدهیم که یا اینکه حاصل میکنیم که این فرمول ها به نمود حاصل جمع داده شدنی فونکسیون ها به حاصل ضرب تبدیل دادنی کسر یا اینکه فونکسیون تریگونومتری به حساب می رود. یعنی در نتیجه ما فرمول 3 را پیدا میکنیم که این فرمول از روی حاصل ضرب سوم گذشتنی فونکسیون تریگونومتری می باشد. بیایید این فرمول را همراه باز یک بار می نویسیم. خیلی که به ما معلوم است کوسینوس فرق کنج ها کوسینوس الفا مینوس بتا این برابر است به کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا جمع سینوس الفا ضرب سینوس بتا. کوسینوس الفا پلس بتا باشد کوسینوس الفا جمع بتا این برابر است به کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا و مینوس سینوس الفا ضرب سینوس بتا. هنگام اعضا با اعضا جمع کردن این دو ifade یعنی ما اعضا با اعضا این دو ifade را جمع میکنیم و در نتیجه چنین فرمول را حاصل میکنیم کوسینوس الفا مینوس بتا جمع کوسینوس الفا جمع بتا. هنگام جمع کردن دو ifade در نتیجه مینوس سینوس الفا جمع سینوس بتا اختصار کرده شده و ما برابر می شود کوسینوس الفا کوسینوس بتا جمع کوسینوس الفا کوسینوس بتا این به دو کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا برابر می شود. هنگام از این ifade حاصل ضرب کوسینوس الفا ضرب کوسینوس بتا را یافتم ما فرمول پیدا میکنیم که این فرمول از روی حاصل ضرب فونکسیون تریگونومتری با حاصل جمع گذشتن فونکسیون تریگونومتری نامیده میشد که موافقاً با کوسینوس الفا مینوس بتا و جمع کوسینوس الفا پلس بتا برابر می شود که این فرمول یکم به حساب می رود. بیایید فرمول دوم رو نیز همراه دیده براییم. برای فرمول دوم ما چنین رفتار میکنیم. ما میدونیم که سینوس الفا تقسیم دو یعنی ما باید فرمول سینوس الفا ضرب سینوس بتا این برابر است به کوسینوس الفا مینوس بتا و مینوس کوسینوس الفا پلس بتا را براریم که آن به عدد دو تقسیم کرده شده است. برای اثبات کردن این فرمول ما میتوانیم از فرمول یک استفاده بریم یعنی که از روی یکم دوم را هنگام ترک کردن ما به ifade سینوس الفا ضرب سینوس بتا میگذاریم که این را مهم نیست برای کشاده دادن برای اینکه ما میتونیم برای مستحکم کردن یک بار یک چند مثال ها را نیز نویسیم. خوانندگان عزیز بیایید باز یک فرمول دیگر را نویسیم که اگر سینوس الفا ضرب کوسینوس بتا داده شده باشد پس در این گونه حالت ما با کدام فرمول آن را عوض کرده میتونیم. می نویسیم سینوس الفا ضرب کوسینوس بتا سینوس الفا ضرب کوسینوس بتا این موافقاً برابر است به سینوس الفا جمع بتا و جمع سینوس الفا مینوس بتا تقسیم دو برابر است که این فرمول سیوم موضوع امروزه به حساب می رود. حاصل ضرب سینوس و کوسینوس دو کنج به نیم سوم سینوس سوم و سینوس فرق این کنج ها برابر است. بیایید یک چند مثال ها را همراه دیده براییم. مثال یکم. در شرط مثال یکم چنین آمده است. حاصل ضرب را به سوم تبدیل دهید. قید میکنیم مثال یکم. در اینجا سه مثال داده شده است. مثال اول به نمود سینوس 42 گرادوس ضرب کوسینوس 12 گرادوس.
برای تبدیل دادن این فرموله ها ما فرموله هایی که در بالا ذکر کرده بودیم آنها رو استفاده میبریم. یعنی به جای الفا 42 گرادوس و به جای بتا 12 گرادوس نوشته است. پس ما می نویسیم 1 تقسیم 2 ضربی در داخل قوس سینوسی الفا به 42 گرادوس برابر است. بتا باشد به عدد 12 گرادوس برابر. قوس رو میپوشیم. جمع سینوسی در داخل قوس 42 گرادوس مینوسی 12 گرادوس برابر است. قوس رو میپوشیم و دوام میدیم. برابر قیمت ifade آن برابر میشود به عدد 1 تقسیم 2 ضرب سینوسی 42 رو به 12 جمع کنیم به 54 گرادوس برابر میشود و جمع سینوسی 42 مینوس 12 باشد به عدد 30 گرادوس برابر میشود. برابر سینوسی 30 گرادوس برابر می شود. در اینجا سینوسی 30 جای دارد. 1 تقسیم 2 ضرب در داخل قوس سینوسی 54 گرادوس جمع سینوسی 30 گرادوس با ما عدد 1 تقسیم 2 رو می دهد که این جواب مثال یکم ا به حساب می رود. مثال یکم ب رو دیده می براییم. در شرط مثال چی آمده است؟ 2 ضرب سینوسی 18 گرادوس ضرب کوسینوسی 12 گرادوس حساب کرده شود. برای این فرموله سیومی در بالا بوده رو استفاده میبریم. 1 تقسیم 2 یعنی که در اینجا باز 2 اشتراک میکند ضرب 2 در داخل قوس باشد. سینوسی به جای الفا و ما 18 و به جای بتا 12 داده شده است. 18 گرادوس جمع 12 گرادوس جمع سینوسی در داخل قوس 18 گرادوس مینوسی 12 گرادوس رو می نویسیم. در نتیجه برابر حاصل می شود. 2 رو با 2 اختصار می کنیم. سینوسی 18 گرادوس جمع 12 گرادوس به 30 گرادوس برابر است. جمع سینوسی از 18 12 رو ترک کنیم و ما 6 گرادوس حاصل می شود. سینوسی 30 گرادوس باشد به ما 0.5 رو می دهد. جمع سینوسی 6 گرادوس حاصل می شود که این مثالی یکم به حساب می رود. بیایید مثالی و رو همراه دیده برایم که شرط این مثال چنین داده شده است. قاید میکنیم مثالی و در شرط مثالی و کوسینوسی 20 گرادوس ضرب کوسینوسی 40 گرادوس رو طلب کرده می شود که باید ضرب کنیم. برای ضرب کردن این ifade یا اینکه به نمود سوم تبدیل دادن فرمول یکمی که در بالا ذکر کرده بودیم استفاده میبریم. 1 تقسیم 2 ضرب در داخل قوس کوسینوسی باز در داخل قوس به جای الفا 20 به جای بتا 40 گرادوس داده شده است. یعنی 20 گرادوس مینوسی 40 گرادوس و جمع کوسینوسی در داخل قوس 20 گرادوس جمع 40 گرادوس رو حاصل میکنیم. در نتیجه برابر حاصل می شود 1 تقسیم 2 ضرب حاصل میکنیم کوسینوسی مینوسی 20 گرادوس و جمع کوسینوسی 60 گرادوس که آن موافقا برابر است به 1 تقسیم 2 در داخل قوس کوسینوسی مینوسی 20 گرادوس موافق فرموله با کوسینوسی 20 گرادوس برابر بوده. کوسینوسی 60 گرادوس باشد به 0.5 برابر است که این جواب این مثال به حساب می رود. مثال دوم رو دیده می براییم. در شرط مثال دوم چی آمده است؟ به سوم تبدیل دهید. ifade داده شده است که ما اون رو به نمود سوم باید تبدیل دهیم. مثال دو رو دیده می براییم. در شرط مثال دوم چنین آمده است. ifade داده شده است ما باید اون رو به نمود جمع تبدیل دهیم. کوسینوسی الفا جمع بتا رو ضرب میزنیم با کوسینوسی الفا مینوسی بتا. خیلی که ما معلوم است به جای الفا جمع بتا به جای بتا الفا مینوسی بتا داده شده است که ما باید اون رو تبدیل دهیم. برابر فرموله یکمی در بالا بوده رو استفاده کرده تبدیل میدیم. 1 تقسیم 2 ضرب کوسینوسی در داخل قوس الفا مینوسی بتا یعنی الفا پلوسی بتا مینوسی الفا جمع بتا حاصل می شود. قوس رو می پوشیم. این چنین جمع کوسینوسی در داخل قوس الفا جمع بتا و جمع الفا مینوسی بتا
حاصل می شود که آن موافقاً برابر است به 1 تقسیم 2 ضرب کوسینوس الفا با الفا اختصار شده کوسینوس 2 بتا را می دهد و جمع بتا با بتا اختصار شده کوسینوس 2 الفا را می دهد که این بود نتیجه مثال دوم. مثال سوم را دیده می برایم. در شرط مثال سوم چنین آمده است: به نمود سوم تبدیل دادن ifade زیرین. این را نیز همراه شما دیده می برایم. مثال سوم در شرط مثال سه چنین آمده است: سینوس پی تقسیم 24 ضرب سینوس 5 پی تقسیم 24. باید این ifade ها را به نمود سوم تبدیل دهیم. فرموله دومی در بالا بوده را استفاده کرده این مثال را حل میکنیم. چنین آمده است: سینوس پی تقسیم 24 ضرب سینوس 5 پی تقسیم 24 این برابر است به 1 تقسیم 2 ضرب در داخل قوس کوسینوسی در قوس دیگر پی تقسیم 24 مینوس 5 پی تقسیم 24 قوس را میپشیم و مینوسی کوسینوسی پی تقسیم 24 مینوسی 5 پی تقسیم 24 داده شده است. پس این برابر می شود به 1 تقسیم 2 ضرب از کوسینوسی پی تقسیم 24 هنگامی مینوس 5 پی تقسیم 24 را ترک کنیم با ما مینوس 4 تقسیم 24 حاصل می شود. از بس که کوسینوس جفت است عددی مثبت حاصل می شود. پس به پی تقسیم 6 برابر می شود که آن را ما اختصار نمودیم. مینوسی در اینجا علامت جمع داده شده است. مینوس کوسینوسی پی جمع 5 پی تقسیم 24 و ما 6 پی تقسیم 24 را می دهد. 6 را به 24 تقسیم کنیم و ما پی تقسیم 6 حاصل می شود. پس قیمت عددی آن پی تقسیم 4 حاصل می شود. پی تقسیم 4 حاصل می شود که آن موافقاً به 1 تقسیم 2 ضرب کوسینوس پی تقسیم 6 به ما ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 2 را می دهد. مینوس کوسینوس پی تقسیم 4 باشد به ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2. پس برابر می نویسیم 1 تقسیم 2 ضرب مخرج عمومی به 2 برابر است. پس ریشه کوادراتی از 3 مینوس ریشه کوادراتی از 2 یا اینکه ریشه کوادراتی از 3 مینوس ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 را به 2 ضرب کنیم به عدد 4 برابر می شود که این نتیجه مثال سوم به حساب می رود. خوانندگان عزیز برای مستحکم کردن موضوع امروزه به شما یک چند مثال ها برای کار مستقلانه پیشنهاد کرده می شود که آنها را باید در وقت خالگی اجرا نمود. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.